سلام و درود به پایان دوستان عزیز. خدا نگهبان هر یک کدوم شما باشه. اولش پروردگار و شما هستید که چقدر مردم نیازمند کمک میکنید، دستگیری میکنید کانال ما را همه طرفه. خدا از شما راضی باشه دوستان. ما از شما راضی هستیم دوستان مهربان. امروز 20 چسله سه شنبه مسئله حج عمره چقدر سوال زیاد میداده. امروز روزش اومد که سیامکه کنیم. مسئله قیمتی میگفته دوستان مهربان. زمزم عمره که ما هست در زمزم مارکت مترو پراسپکت میر همش کامفورت. کسی رفت اومد خودش دید مثلا شرایطای ما چقدر خوب هستن الحمدلله. بچه‌ها خیلی شکایت کردن قیمتای ما با دیگه کمپانی‌ها کار نداریم. همش بعضش مثلا راه بلدو کمپانی‌ها برادران رفت اومد داریم سلام علیکم بابای کار نداریم ماشاءالله. چندی میبرن زیاد قیمت کارشون نداریم. ما فقط در همین کمپانی خدمت انجام میدیم. برای سال نو ما تصمیم گرفتیم، یعنی نه به خاطر سال نو، در همین سال نو خواستیم که یک بار پاپرو باید کنیم اکونوم بریم. یعنی که اکونومش به کدام معنی که $10,000 میبردیم 200 میبردیم. همه ما مینوس کردیم سکیتکا کردیم یک بار $600 200 بود. بعد با فروردیمش $600 $2,200 $600 کردیم. اما یک نو داره یا نوش چیه که خوراک نیست. گاز نیست در پیش خونه خدا در مکه در مدینه در پیش خونه مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقط خورد و خوراک نداریم. $600 میتی. این برای داخل داره شخصایی که ای داخلی روسیه میرن فرق نداره. گراجدانی روسیه، گراجدانی ازبکستانی، تاجیکستانی فرق نداره. کدومی که از داخلی روسیه میروه $600 به خورد و خوراک. اما شرایط کامفورت همه شرایطش خوب با غیر خورد و خوراک. دوستان مهربان رقم‌ها در روی اکران. زمزم عمره اکه حسن جواب میته ان شاء الله. پرواز چند میشه؟ ایکم تا پنجم. این پنجم و کدوم که کراین سلوچی برای یک یوز به حد آدم بسیار رفته است. یعنی چقدر خدمات در سال نو مردم 15 روز 20 روزه رفته استادیان به خاطر که مقصد خیلی خدمات برای سال نو جای کارش در روسیه. با اون خاطر ایکم تا پنجم ما میگیریم. کراین سلوچ پنجم. شهر روز پنجم پرواز بریم که سه پرواز کنیم. با اون خاطر دوستان عزیز $600 جو هست. فقط دیر نکنه که بعد قریبی پرواز میشه. اکا 5 کسیم 3 کسیم دوستان مهربان. روزی پنجم این اکا دیر بگیریم. روزی پنجم پرواز $600 چی میدروه؟ راه بلد، ویزا، برده آوردن، همه تماشاها، جاهای تاریخی، مقصد عمره کردن همش میدروه. طایف همه جا راه بلد میبرد با غیر خورد و خوراک. اینا ما یک بار دوستان مهربان $600 ارزون کردیم. $600 مرحمت زنگ بزنه. شخصایی که در تاجیکستان که سوالا بسیار شد دوستان عزیز به همین رقم‌ها زنگ بزنه. با اکه حسن جان شرط شرایطش هم میفهمن. شخصایی که تاجیکستان پرواز کردن برای این فقط برای آدمای روسیه های زنگ بزنه جای خودتون از زکات کنه. ان شاء الله روزی زور پنجم پرواز میکنیم. خداوند همه تا حاجی کنه روی سفید. از هر یک کدوم شما هر یک ویدیو خواهش میکنم که کدوم قرضی داره نروی، کدومی که مقصد سوم نداره قرض نکنه نروی. برای که قرض کردن رفتن خودشون میدونه که قرض خودش نحسه. با اون شرایط نداره. دعا که پروردگار همین نماز جمعه حج فرضی و حج عمره شما میشه برای شخصی که نادار هسته. با اون خاطر کدوم شرایط داره. یعنی که همه دروی ننگ ناموز گفته او همسایه فلانی را یعنی که من با لفظ کوچکی شما را فهمیده استم پگار رو نگه که هم بچون نگفته بود. کدوم که شرایط نداره التماس نامستقی نشوه. این حج عمره یعنی کسی که شرایط داره همه حج کرده میشه یا حج فرضی. مثلا حج فرضی بسیار سوال میته ما نمیدونیم. شاید ما نبریم. اگر هم ببریم ولی نامعلوم کی است. برای که نه نرخش معلومه نه هیچ. ممکن خوبترش ما نبریم حج فرضی. فقط حج عمره وقت هست شرایط است ورده شدیم. در حق ما دعا کنی. خدمت خانه خدای در حق ما دعا کنی. خدمت میره در حق ما دعا کنی. خداوند حج هر یک قدم شما رو با درگاهش قبول کنه. السلام علیکم و رحمت الله. در این رقمای که حسن جان زنگ بزنید قطعا هم صحبت چه جای خودتون از زکات کنید. امروز 20 روزی پنجم پرواز دوستان. وقت کم است. السلام علیکم. فیرمای زمزم عمره با شرایط خوب بین همونش شرایط خوب قطعی همه مسافرها انشاءالله که اگر کماری ندارن همه شرایط ها سازن الحمدلله رقات های خوب انا خوش
خوراک‌های خوب بهترین خوراک.